دوستان عزیزم سلام. امروز میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری از طریق سایت papaen.com که یک سایت چینی هست بتونید وارد آزمون‌های ماک بشید که خیلی شبیه اون چیزی هستن که در آزمون آیلتس آکادمیک کامپیوتر دلیورد با اون روبرو شد. از اونجا که این سایت چینیه یه ذره شاید برای بعضیا وارد شدن بهش سخت باشه، برای همین من تصمیم گرفتم که این ویدیو رو درست کنم. اول از همه آدرس سایت هست papaen.com. ممکنه برای بعضی هاتون انگلیسی نباشه، این بالا توی کروم گزینه ترنسلیت تو انگلیش رو اگر بزنید میتونید این کار رو انجام بدید. بعضی وقتا هم نیاز هستش که راست کلیک بکنید روی صفحه و برای بعضی از شماها که این به انگلیسی تبدیل نمیشه ترنسلیت تو انگلیش رو بزنید. حالا من میخوام نحوه رجیستر کردنش رو بهتون نشون بدم. از اونجا که ما از قبل این رو تبدیل کردیم که همیشه ترنسلیت بکنه، پس انگلیسی هست. فقط مشکل اینجاست که برای اینکه وارد سایت بشید باید یه وریفیکیشن کد بگیرید که متاسفانه ما با موبایل ایرانمون نمیتونیم دریافت کنیم. حالا برای اینکه این مشکلمون حل بشه نیاز هست که شما روی گوشیتون، حالا چه آیفون چه اندروید، یک برنامه رو نصب کنید به نام Receive SMS Online Temp Number. اون چیزی که من دانلود کردم یه همچین آیکونی داره، ولی برنامه‌های دیگه‌ای هم هست که بتونید ازشون استفاده کنید. توی این برنامه‌های Receive SMS معمولاً یه سری شماره‌های اشتراکی گذاشته میشه، مثلا از کانادا، آمریکا، یونایتد کینگدام، نمیدونم ندرلندز، جاهای مختلف دنیا. شما برای اینکه بتونید از این استفاده کنید معمولا مثلا تبلیغ میذارن که حالا چون یه چیز مجانی، فقط باید در نظر داشته باشید که این شماره‌های اشتراکی هستن. اونی رو انتخاب بکنید از این شماره، مثلا توی لیست کانادا که من دارم شماره ها رو میبینم، اونی که در واقع 201 مثلا زده 19 ساعت پیش استفاده شده رو من میارم. خب الان من میخوام اون شماره‌ای که پیدا کردم رو مثلا و دیدم که از همه اخیرتر بوده، مثلا 20 دقیقه پیشم SMS داشته، رو انتخاب بکنم که یه شماره از انگلیس هست. شماره‌ای که بهم داده شده توی اپ رو وارد میکنم، بعد get verification رو که بزنم یک حالا artificial intelligence در واقع تشخیص رکگنایزر رو به من نشون میده که بعد درگ اند دراپ بکنم که بفهمه من انسانم. خب اپروو کرد. حالا به من گفته که من تا 60 ثانیه دیگه برات میفرستم این رو. من توی اون لیست SMS های این در واقع مسنجرم نگاه میکنم، دقیقا میبینم که یه SMS که نصفش به چینی نوشته شده. خب این کدی که به من داده شده توی این باکس رو وارد میکنم و لاگین ریجستر اگریان لاگین رو میزنم. به این ترتیب من وارد سایت پاپاen شدم، وارد قسمت آیلتس آنلاین ماک میشم. یا حالا همین آیلتسش رو میزنم و بعد از این طریق میتونم وارد ماک بشم، قسمت ماک پیجش بشم. اگر که دقت بکنید اینجا در واقع وبسایت رو میبینید همچنان به چینی هست. الان من دیگه وارد شدم، دوباره ترنسلیت تو انگلیش رو میزنم. این سایت از تست از کتاب 4 رو کمبریج های در واقع 4 رو به صورت کامپیوتری در آورده. فقط یه ذره باید حواستون باشه، مثلا اینجا کمبریج 18 یا کمبریج 7 یا کمبریج 6. چیزی که من در مورد این وبسایت خیلی دوست دارم اینه که واقعا محیط شبیه اون امتحانیه که من دادم. البته که گفته شده که قراره آیلتس سری تغییراتی رو ایجاد بکنه، ولی تا اینجا که فعلا نوت تیکینگش و بقیه همه شبیه اون چیزی هست که قراره که تو امتحان داشته باشید. اینجا هر امتحانی که میخواین بدید که تستای کمبریج رو در واقع تبدیل به ماک کرده، این قسمت My Details Are Correct رو
استفاده میکنید. play sound رو میزنید. Please change the volume using the bar in the top right corner. و continue رو که بزنید تست براتون کاملا شروع میشه. این تست واقعی. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید.